خب به نام خدا بریم برای شروع روز پنجم کسب درآمد دلاری از طریق سایت و اپلیکیشن FNDK در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. خب من تبلیغ رو رد میکنم، بریم که شروع بکنیم. از قسمت پایین مثل همیشه فقط 5 دقیقه قرار ما وقت بذاریم، میایم توی قسمت استراتژی و امروز من رزرو هامو انجام ندادم. 4 تا معامله ما میبینید که درآمد امروز هم صفره. بریم که با هم اولین معامله رو شروع کنیم. اینجا روی رزرو کلیک میکنم، مثل همیشه همه رو انتخاب میکنم که روی تمام سرمایه من معامله انجام بشه و اینجا رمز رو میزنم ببخشید و تایید رو میزنم و منتظر میمونم که ببینم معامله من آیا انجام میشه یا انجام نمیشه. سود تقریبیش هم این پایین برامون نمایش داده. خب دوستان عزیز، معامله اول ما موفقیت آمیز بود. روی اکنون معامله کنید کلیک میکنیم و اینجا 1 دقیقه و 50 ثانیه باید صبر کنیم تا معامله ما انجام بشه و سودش بیاد به حسابمون. من اینجا یه استاپ میزنم، این تایمر که تموم شد دوباره میایم. 3 2 1 0. خب برنامه آپدیت شد. درآمد معامله اول ما حساب شد که تقریبا $1 و 10 سنت از این معامله شامل ما شد. دوباره از این قسمت میایم روی استراتژی، دوباره روی دکمه رزرو کلیک میکنیم، همه سرمایه رو انتخاب میکنیم و اینجا رمز رو میزنیم و تایید رو میزنیم و منتظر میمونیم ببینیم این معامله هم انجام میشه یا انجام نمیشه. خب معامله دوم ما همونطور که دیدید ناموفق شد و نکته‌ای که اینجا هست عزیزان، معامله اول که دیدید مثبت شد، سودش رو بهم داد. حالا این معامله دوم که منفی شد دیگه از ما درآمدی کم نمیشه، ما ضرر نمیکنیم، فقط صرفا این ناموفق شده، یعنی سودی از این معامله بهمون نداده. و سلام، اینجا روی برگردید کلیک میکنیم، میبینید که هیچ چیزی از ما کم نشده، فقط این معامله انجام نشده. همین. دوباره میام روی قسمت استراتژی و اینجا دکمه رزرو رو میزنیم و معامله سوممون رو انجام بدیم. خب من روی رزرو کلیک میکنم، همه درآمد رو انتخاب میکنم، رمز رو میزنم و تایید رو میزنم و منتظر میمونم که ببینم معامله صورت میگیره یا اینکه ناموفق میشه. معامله دوم ما مثبت شد. اینجا روی اکنون معامله کلیک کنید میزنیم و اینجا بعد از این تایمر معامله سوم ما حساب میشه. من اینجا یه استاپ میزنم و دوباره برمیگردیم. 3 2 1 و آپدیت شد. خب درآمد معامله سوم هم حساب شد که $1 خورده بود و الان مجموعاً $2 و 17 سنت سود کردیم. دوباره میام روی قسمت استراتژی، رزرو میزنیم، همه رو انتخاب میکنیم، رمز رو میزنیم، تایید رو میزنیم. این معامله چهارم و معامله آخر ما هست و ببینیم که معامله چی میشه. خب معامله چهارم هم مثبت بود و روی اکنون معامله کلیک کنید میزنیم. طبق روال همونطور که توی ویدیو قبلی هم گفتم، از این 4 تا معامله معمولا 3 تاش مثبت میشه و یه دونهش منفی میشه و اون 3 تا سود میده. اون یکی هم که منفی میشه درآمدی ازتون کم نمیکنه و فقط اون یکی سود نمیده. همین دیگه. الان دیگه رزرو بعدی ما بعد از 10 ساعت و 52 دقیقه دیگه است که اینجا خودش داره بهمون نشون میده، یعنی بعد 10 ساعت و 52 دقیقه دیگه میتونیم بیایم و 4 تا معامله بعدیمون رو انجام بدیم. این تایمر هم که صفر بشه درآمد معامله چهارم رو حساب میکنه. من تایمر رو اینجا نگه بدارم و دوباره برگردیم. 3 2 1 0 و آپدیت شد و این هم از درآمد آخر ما که مجموعاً امروز $3 و 27 سنت از این 4 تا معامله ما سود کردیم و روی کل درآمدمون هم حساب شد. الان 285 تتر سرمایه ما هست و تمام. حالا اینجا روی دارایی که بیایم، دارایی ما اینجا برامون بالا میاد. و عزیزان همین دیگه، اگه تازه به جمع ما اضافه شدید و این ویدیو رو تازه دارید میبینید، اگه دوست دارید بیاید توی خانواده ما و درآمد دلاری روزانه مثل ما داشته باشید، وارد کانال تلگراممون بشید، حتما اونجا رو بررسی بکنید و بعدش هم به این آیدی ادمینی که روی صفحه
دارم براتون نمایش میدم توی تلگرام پیام بدید که شما رو راهنمایی بکنن و شما هم بیایید و هر روز سود دلاری داشته باشید. این برنامه کلی کمپین و چالش های مختلف هم داره که سود بهتون میده، خودرو گرفته تا آیفون 17 پرو مکس، گوشی هواوی، تتر، اف کی، یخچال، کلی چیزای دیگه که همه شما توی کانال تلگرام براتون توضیح میدیم. هر سوالی بود در خدمت شما هستیم. سود امروز هم انجام شد. فعلا خدا یار و نگهدارتون باشه. وارزی ها و برداشت های ما هم با صرافی های ایرانی مثل ایرانی کارت، بیت کوین، تبدیل و بقیه انجام میشه. در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.